یکی از پیام‌های بزرگ عقیده توحید است که هیچ چیزی بین زندگی ما و امور الله جل شأنه و سنت‌های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی فاصله ایجاد نکنه و هر چیز که فاصله ایجاد کرد او مقام الوهیت و نبوت گرفته و هیچ محبت ما را از محبت الله جل شأنه و رسول صلی الله علیه و سلم غافل نسازد و هیچ قانون و دستور و سیاست و نظام و حاکمیتی ما را از حدود الله جل شأنه و از نظام رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه جدا نسازد. پس هر حکمی و هر قانونی و هر دستور و سیاست و خوفی که برخلاف شریعت الله و کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم حاکم شد، همان ما به او حشر میشیم و او را به درجه معبودیت و الوهیت نعوذ بالله تعظیم کردیم. پس وقتی که یکی از پیام های بزرگ لا اله الا الله است که از بندگی غیر الله آزاد شیم، هم در عبادت، هم در سیاست، هم در اخلاق، هم در محبت، هم در خوف، هم در استکبار، ما همه محبت های دنیا و خود و خانواده خود و تمام مخلوق فدای محبت الله میکنیم و به درجه از الله جل شأنه خوف میطلبیم که خوف هیچ غیر الله مر نتونه از امور الله جل شأنه و از اتباع سنت رسول صلی الله علیه و سلم دور بشه. چرا؟ وقتی که ما مؤمنیم میگیم که الله حق است، ذات او حق است، دین او حق است، نبی او حق است و کتاب او حق است و بهشت و جهنم او حق است، پس به حق عمل کردن به حق رسیدن است و کسی که رسیدن به حق تشویش میکنه، تزلزل میکنه، مصلحت های ناسالم اختیار میکنه، همانا این شبهه هست و کمزوری یقین او به ذات و صفات الله است و به دین الله است و به بهشت و جهنم الله است. و همونطور که الله جل شأنه در سوره توبه میفرماید ای کسایی که ایمان آوردین، شما نگیرین پدران و برادران خود را به دوستی اگر اونا طلب کفر داشتن یا محبت به کفر داشتن یا استقبال از کفر داشتن یا اتباع کفر داشتن یا دفاع از کفر داشتن یا پذیرش عملها و اعتقادهای کفری داشتن و هر کس که موالات و دوستی با اینطور پدر و مادر بکنه از جمله ظالمین قرار میگیره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان فمن یتولی منکم فاولئک هم الظالمون. در صورتی که الله جل شأنه میفرماید الله را عبادت کنید، به یگانگی بشناسید و از تمام اقسام کفر و شرک اجتناب کنید و خدمت پدر مادر داشته باشید، خدمت پدر مادر بکنید و در مقابل پدر و مادر کلمه اوف نگویید. اما وقتی که توحید الله میآید و یکتاپرستی و قانون و شریعت الله میآید، اینجا پدر و مادر اجازه ندارن به درجه الوهیت محبت بشن، به درجه الوهیت از اینا خوف اختیار بشه، به درجه الوهیت از اینا اطاعت بشه. تا زمانی که دستورشان، محبتشان، امرشان و نهیشان موافق به شریعت الله باشه ما اطاعت میکنیم. پس یک چیزی که امروز سبب غفلت امت اسلامی و ذلت امت اسلامی شده و سبب غالب شدن کفار شده، او ترس و خوف از مرگ است و تشویش‌ها و خیالات شیطانی است. چرا؟ وقتی که ما به بهشت الله یقین کامل داشته باشیم، کدام اعمال ما رو به بهشت میرسونه؟ نماز، روزه، حج، زکات، تسبیح، تلاوت، نوافل، عبادات، این ما رو به بهشت الله میرسونه. به این همه ما به انجام دادن از این متفقیم. اما جهاد و شهادت که نزدیکترین راه رسیدن به بهشت الله است و نزدیکترین راه رسیدن به لقای الله است و نزدیکترین راه رسیدن به زندگی جاودانی و همیشگی و ابدی و طیبه و پاک آخرت هست که همانا زندگی حقیقی هست. چی چیز ما را از او غافل کرده؟ و باید به صفات الله اخلاص یقین خود کامل بکنیم. من یک مثال میدم، یک برداشت کوچک در مورد یکی از صفات الله، صفات رزاقیت الله. چرا ما در دنیا مصلحت‌های غیر اسلامی را اختیار میکنیم؟ چرا حق نمیگیم؟ چرا خصوصیات دین پنهان میکنیم؟ چرا حقایق به مردم نمیگیم؟ به واسطه که چند روز بخوریم و چند روزی هم بنوشیم و چند روزی هم محفوظ باشیم.
حفاظت کننده کیست؟ الله است. تمام مخلوق و اشیا و اسباب نمیتونن این صفات الله رو معطل بسازن. و اگر الله جل شانه اراده مرگ و شهادت یک انسان بکنه، تمام اسباب و مخلوق، تمام ملائکه، تمام جنیات، تمام انبیاء علیهم السلام زنده بشن، تمام انسانیت بیان، به ذات الله سوگند است 0.5% حفاظت کرده شما نمیتونن. و اگر از خوردن و نوشیدن تشویش میکنین، به ذات الله قسم هست که یک قطره باران در آسمان ها برای 50,000 سال نباشه و یک دانه مزرعه در زمین الله نباشه. الله جل شانه 1000% رقص کل مخلوق داده میتونه و کسی که 99% باور داره 1% نداره، اما 1% اسباب جهنم است. پس وقتی که ما یقین داریم الله حفیظ است، حفاظت کننده ماست و رازق ماست، رزق ما میده، مثل که در قرآن هم گفته بنی اسرائیل، نمونه و مثال ها هم حیوانات و درنده های کوه ها و جنگل ها. و اسباب دنیا هم حد حدود او چی حد است؟ یک نفر 100 تا موتر داشته باشه، یک موتر پیشتر استوار شده نمیتونه. 100 تا ساختمان داشته باشه، یک اتاق برای خواب شدن نیاز داره. 100 لک هم دلار داشته باشین، اندازه یک نفر باید غذا بخورین. پس عزت اگر به اینها می بود، الله جل شانه تمام اسباب دنیا و ذرائع و وسایل و مادیات دنیا برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمام انبیاء علیهم السلام میداد. پس مدد و نصرت الله در ایمان و عقیده و یکتاپرستی الله است. اما از اسباب هم تحت صلاحیت اسباب موافق به شریعت کار گرفتن جایز است، اما یقین الوهیت و ربوبیت به اسباب کفر است. ترک اسباب هم گناه کبیره است. همین عقیده اسلامی است، چیز اجتهادی نیست، اختلافی نیست. همین از خود سوال کنیم تحت پرتو همین عقیده لا اله الا الله محمد رسول الله، هر کس از خود سوال کنه که در قلب و فکر من همین هست؟ اگر باشه همه عمل کردن های دین به ما آسان میشه. اگر نعوذ بالله معاذ الله در این کمی وجود داشته باشه، فکر کنیم یا امسال مرگ تو بیاید یا 30,000 سال بعد کجا میری؟ پس حیات و ممات ما به دست الله است. جوان های مخلص، دوستای عزیز، پایین‌ترین درجه فکر ما و شما است ان شاء الله باذن الله که ما عالم دین میشیم، دعوتگر جهانی میشیم، علم و دعوت خود به 100 میلیارد انسان ان شاء الله میرسانیم و دنیا با حدود الله و تمکین و حاکمیت اسلامی که موافق به منهج قرآن و سنت و روش صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین باشه، ان شاء الله حضور و استبداد اسلامی را به سر قلدرای جهان تطبیق میکنه. و از جنایت هایی که به جناب جسم رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت گرفته تا این قرن فعلی، انتقام هم از تمام کفار و مشرکین و مرتدین دنیا یا ما میگیریم یا نسل ما یا شاگردان ما یا مخلصین ما ان شاء الله خواهد گرفت ان شاء الله. الله اکبر. و الله وکیل مدافع همین عقیده و رویش هست. هیچ اسباب دنیا هم نباشه، هیچ مخلوق هم نباشه، هیچ کس هم طرفدار ما نباشه، ما به تصدیق کسی شخصیت نمیشیم، به تکذیب کسی ما شخصیت خوب پس نمیشیم، به تشویق غیر الله ما نصرت نمیشیم، به تنبیه غیر الله ما تنبیه نمیشیم، شکست نمیخوریم. فقط تشویق و تنبیه ما با صفات الهی و مدد و نصرت الله تعلق داره. پس خوب توجه کنیم، ما همینطور باید یک فکر داشته باشیم و کوچکتر از این همکاری با دشمن الله و رسول است. الله جل شانه ما و شما متبع کتاب الله و سنت بگردانه و محبت خود را و حبیب خود را و کلام خود را و دین خود را و توحید خود را در ظاهر و باطن ما فرو بریزانه و همه محبت های غیر او را از دل ما بیرون بکنه و زندگی ما را هدفمندانه بگردانه. حقیقت هم زندگی ما هدفمندانه است. مقاصد و اهداف زندگی ما بالاتر از طیاره هاست، بالاتر از ساختمان هاست، بالاتر از مادیات است، بالاتر از تکنولوژی است. او رسیدن به رضای الله و بهشت الله و تطبیق حدود الله در سرزمین جهان هست، در روی زمین، و ختم شدن کفر و شرک و ارتداد و ظلم و استبداد هست. به این واسطه با دوستا به تفریح آمدیم، هم تنوع، هم تفریح، هم مذاکره، هم تذکر و هم نشانه صنعت الله. این طرف درختای خیلی خوب، دریا، آب خیلی خوب و انسان‌های خوبم، مسلمانان موحدین، کتاب خوبم قرآن، رهبر خوبم رسول الله صلی الله علیه و سلم
مکان خوبم جنت دیگه. خود شما انشاءالله اراده داره؟ انشاءالله اراده داریم که زنده شیم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.